من فقط این داستان رو بگم که چی شد امروز در نقطه پایان که نه، البته نقطه عرضه کاری هستیم که من یه روز این تصمیم رو گرفتم که انجامش بدم. دوستانی که منو از نزدیک میشناسن که طبعا اکثر عزیزان و بزرگوارانی که هستن منو میشناسن تا حدودی میدونن من به شدت همه چیز رو طبقه بندی میکنم. کامپیوترم هم همینجوریه، لپتاپی که تو خونه دارم همه فولدرام کاملا طبقه بندی شده است. موسیقی سال 1402 1401 سنتی بی کلام اینجوریه. و یه فولدری هم دارم به نام متن که همین چیزایی که می‌نویسم اونجا میذارم دیگه، داستان و شعر و ترانه و هر چی بزنم میرسه اونجا تایپ. از سال 83 هم دیگه چیزی رو با دست ننوشتم، من تایپ میکنم کلا. چون خط خودمو نمیتونم بخونم. دوستان حتما در جریان هستن که خطم خیلی بده. در دوران هر مقطع تحصیلی که یک کار سخت می‌خوایم انجام بدیم، مثلا کنکور که می‌خوایم بدیم، انقدر وقتمون گرفته است و انقدر هی اولویتمون کنکوره که از همه چی عذاب وجدان داریم. یعنی مثلا می‌خوایم یه چایی حتی بخوریم میگیم وای مثلا این واجب‌تر از این چایی هم هست، مثلا کنکورمه. می‌خوایم یه چیزی بنویسیم میگیم واجب‌تر از این هست، کنکورمه. آزمون ارشد، آزمون دکترا و فکر می‌کنم فاجعه آمیزترین مرحله‌اش تو رساله دکترا بود که من 4 سال طول کشید رساله دکترام رو تدوین کردم. و 4 سال خیلی زمان فرسایش دهنده‌ایه و دائم تمام این زمان هر کاری رو تعویق مینداختم برای بعد. یک فایلی روی سیستمم رو لپتاپم تعریف کردم، کارهای بعد از رساله، کاری که رساله‌ام دفاع کردم بعدش انجام بدم و شروع کردم به نوشتن که دیگه ذهنم مثلا آزاد بشه که دیگه درگیر نباشه. یکی از کارهایی که خیلی دوست داشتم بعد از رساله‌ام انجام بدم اینه که یک کاری بنویسم، یک کتابی رو آماده کنم، چه هنری باشه چه حالا جستاری هر شکلی باشه که اصلا ربطی به پژوهش میگه نداشته باشه، خیلی دانشگاهی اصطلاحاً نباشه، اون دورانی که استکاک شدید با دانشگاه داشتن تموم بشه. خب خدا رو شکر سال گذشته مهر ماه من موفق شدم دفاع کنم از پایان نامم و خب این فایل رو باز کردم و شروع کردم اولین کار همین کتاب رو گفتم انجام بدم. یه رمانی بود من سالا قبل نوشته بودم، فکر کنم سال 89 نوشته بودم. یه بار این وسطا دوباره بازنویسیش کردم، با بار سوم بازنویسیش کردم و آماده انتشار شد، ولی خودم والا با مشورت و دیگر نظرخواهی که انجام دادم و تصمیم نهایی میشد که این رمان قابلیت چاپ رو فعلا نداره. تقریبا اوایل تابستان امسال بود که یه دوست بزرگواری تو اینجا هم نشسته، آقای قربانی، از من گفت که یه رمان به من بده، رمان روسی بگی. گفتم من رمان روسی نمیخونم، خوشم نمیاد. من بهش گفتم که مثلا رمان روسی میخوای بخونی، رمان روسی این ویژگی رو دارن، اینطوری بخون. بعد دوست بزرگوار گفت که من کتاب روسی رو بهش دادم، کتاب ابله داستایوفسکی رو من گرفت. بعد آدم اهل مطالعه مثلا خوند و برگشت و بازخورد خیلی جالب به من داد. گفت که تا الان اینجوری رمان روسی نخونده بودم، چقدر خوب بود. بعد یهو من یک جرقه‌ای تو ذهنم زد، این که من تقریبا از سال همون 83 که وارد دانشگاه شدم، یکی از فعالیتام کتاب قرض دادن بوده. دانشگاه خوابگاه که بودیم، اتاق من کتاب قرض میداد. نه تنها کتابی که خودم می‌خریدم که تعدادش زیاد نبود، حتی از کتابخونه کتاب می‌گرفتم و دوستان رو کتابخون می‌کردم و معمولا بر اساس شخصیتشون میگفتم مثلا تو فعلا با این شروع کن، تو جنایی شروع کن، تو مثلا تاریخی بخون، تو مثلا اینجوری کتاب بخون که تو کتابخوان بشی، مثل ورزش دقیقاً. کم کم اینا رو آماده می‌کردم و در سال اخیر که دیگه در شهرستان ششتمد مستقر شدیم، جذاب‌ترین بخش خونه‌مون، دوستانی که تشریف آوردن منظر ما رو دیدن، کتابخونه‌مونه. کتابخونه 6 زیادی به یاد 6 تمن ما داریم تو خونه و خیلی از دوستان اونجا عضوان، الان دارن لبخند میزنن. کپی شناسنامه کارت ملی میگیریم و اونجا عضوشون میکنیم، مینویسم کتابایی که بهشون قرض میدم رو. و یکی از افتخاراتم در زندگی اینه که آدم‌های زیادی با کتاب از طریق خودم آشنا شدن. اونجا این جرأت تو ذهنم زد که خب چرا اینا رو تعریف نکنم، وقتی که میشه شفاهن هی فرد به فرد گفت، هی فرد رو آماده کردیم، مهارت رو بهش داد. خب این کاریه که من سالها انجام دادم و فکر می‌کنم ظرفیتش داره. و اسمش هم همون اول اومد، یعنی دقیقاً جلسه کتاب نشسته بودیم. حالا یه خانومی که نیستن، خانم حقیقی نیومدن. خانم حقیقی براش گفت که من معتقدم کتاب نطلبیده مراده. برای شوخی گفت، اونلاش خودش فراموش کرد بعدش. بعد من اینا تو ذهنم شک گرفت که چه اسم قشنگیه. یه تبلیغاتی بود قبلا میگفت که طرف رفت مغازه گفت که یه ماشین خوب واسه این تایرها می‌خواستم. گفتم واسه این اسم خوب یه کتاب باید بنویسم. و دیگه اینجا این کلید در ذهن من خورد و شروع کردم به تالیف این کتاب. دیگه حرفمو جمع‌بندی می‌کنم.
قصه اینجا شروع شد. من تقریبا تا اواخر تابستون نگارش اولیش رو تموم کردم. از مهر آبان و آذر دیگه درگیر ویرایش و ویراستاریش بودم. من تقریبا تا فکر کنم آبان اینا بود تموم شد دیگه ویرایش آخرش که تصمیم به چاپ شد و خدا رو شکر همون زمان با انتشارات اداره ققنوس آشنا شدیم و تجربه قشنگی بود. حالا اگر اون بحث شد یه موقعی درباره این تجربه چاپ هم صحبت خواهیم کرد. من خودم وقتی این کتابو نوشتم یه حس رضایت خیلی خوب داشتم، به دلیل اینکه فکر می‌کنم بالاترین حس لذت یک انسان لذت خلقه. یعنی یک چیزی در جهان تولید می‌کنی که اگر من نبودم این کار رو انجام نمی‌شد، این کتاب وجود نداشت. وقتی اینو نگاش می‌کنی احساس می‌کنی که خب پس من یک اثری گذاشتم در این جهان، یک چیزی ساختم که متعلق به خودم. من 7 کتاب دیگه هم قبلا نوشته بودم ولی در همشون شریک مؤلف دیگه هم بود و اکثرش هم حالا 4 5 تاش سفارشی بود دیگه. مثلا کتاب کمک درسی بود، کتاب دانشگاه بود. این اولین بار بود که مستقل خودم نوشتم و در حوزه متن به غیر از استقلال در نوشتن و نگارش ویرایش هم خودم انجام دادم و تقریبا تا قبل از چاپ هم اصلا خیلی نظرخواهی هم نکردم، ولی فقط ترجیح هم که سرکار خانم کیوالو زحمت کشیدن و ایده خیلی به نظرم ساده و جذابی رو دادن که تشریف ندارن فکر کنم. حالا اگر تشریف بودن از ایشون هم خیلی خیلی ممنونم. فکر کنم ترجیح به شدت با عنوان کتاب سازگار بود و دیگر فهم تمام میکنم. یک بار دیگه از همه عزیزان و بزرگوارانی که زحمت کشیدن در این وقت از روز، در این روز تقریبا آخر هفته منت به سر بنده گذاشتن، استقبال کردن از این برنامه، وقتشون رو گذاشتن با این برنامه، تشکر میکنم. من خب دوستان باز شخصیت خبرنگاری منو میشناسن، میدونن آدم به شدت منتقدی هم همه جا و با اینکه اینقدر منتقدم بود دوستان بزرگوار از مسئولین هم تشریف آوردن برام خب خیلی خوشاینده که از اون محبتشون هم به شخص بنده بوده، هم از محبتشون به فرهنگ و هنر بوده. خب آقای شجاع رئیس محترم اداره ارشاد، خانم فلاح رئیس مجموعه کتابخانه‌ها که وقتی این کتابو می‌نوشتم تو همه کتاب من خاطراتم از کتابخانه‌ها داشتم می‌نوشتم و مجموعه موفقی که در نهاد کتابخانه‌ها دارن. دوستان بزرگوار از مسئولین ششتمد خودمون، آقای قدرتی، آقای اکبری از شورا، آقای دولت از شورا و دیگران، استاد بزرگوارم آقای دولت آبادی، همه بزرگواران دیگه‌ای که تشریف آوردن، نویسنده گرانقدر آقای کیقی آبادی و دیگر عزیزان. دیگه اسم دوستان رو بخوام برام، اسم همه رو باید ببرم. واقعا خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون. چند نفرم اومدن که خیلی شگفت زده شدم. حالا بخوام بگم که مثلا دوستان کیا هستن برام جالب بود که همچین وقتی گذاشتن اومدن. حس بسیار خوبی دارم، ان شاءالله که قابل زحمتی که کشیدید باشه و برنامه خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. متشکرم.